خداوند کوروش را به پادشاهی برگزیده است. خداوند او را گماشته است تا ملتها را به زیر سلطه خود درآورد و تا پادشاهان را از تختهایشان به زیر آورد. خداوند دروازه های شهرها را به روی او خواهد گشود. خداوند به کوروش میگوید من خودم راه تو را هموار خواهم ساخت و کوهها و تپه ها را همسد خواهم کرد. من دروازه های برنزی آنها را فرو میریزم و کلون های آهنی را خرد خواهم کرد. من خزانه ها و گنجینه های مخفی شده در جاهای تاریک و پنهانی را به تو خواهم داد. کتاب اشعیای نبی فصل 45 آیات 1 تا 8. هنگامی که جهان غرق بیدادگری بود، در پارس کودک فرخنده‌ای چشم به جهان گشود که بلند اخترش نوید آینده‌ای روشن می‌داد. گویی چنین مقرر شده بود که پارسیان به رهبری کوروش جهان را دگرگون کنند. پیش از شروع ویدیو جا داره از حامیان مالی کانال تشکر کنیم. اگه برای اولین باره که به کانال ما سر میزنید حتما ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینید. آستیاک پادشاه ماد شبی خواب دید که از دخترش ماندانا چنان آب برفت که پایتخت ماد و سر تا سر آسیا را فرا گرفت. تاجدار ماد هراسان مغانی که هنر خوابگزاری می‌دانستند به بالین فرا خواند و آنچه دیده بود با ایشان در میان گذاشت. مغان چنین پیشگویی کردند: پادشاها از دختتان پسری زاده خواهد شد که تاج و تخت پدر بزرگ را گرفته و سالار آسیا می شود. تاجدار ماد چنین بشنید سخت بر خود بلرزید و دنبال چاره گشت. شاه گمان برد که اگر دخترش را به یکی از بزرگزادگان ماد دهد بی تردید خوابش تعبیر خواهد شد. پس برای رهایی از سرنوشتش دختر خود را به کمبوجیه پادشاه پارس داد که شاهی نرم خوی و بی‌آزار بود. این گونه بود که ماندانا به همسری کمبوجیه برگزیده شد و به همراه او به پارس رفت. از این رویداد 1 سال گذشت و آستیاک شادمان بود که بر سرنوشت تلخ خود پیروز شده است. اما در شبی دیگر پادشاه ماد خوابی آشفته دید. این بار از شکم ماندانا تاکی رویید که سایه اش سر تا سر آسیا را پوشاند. شاه بیدرنگ تعبیر خواب خود را جویا شد و مغان همان پاسخ سال گذشته را تکرار کردند. شهریار ماد لرزان و هراسان در پی دخترش که در آن هنگام آبستن بود فرستاد. ماندانا را از پارس به حکمتانه آوردند و در کاخی زندانی کردند. هنگامی که زمان فارغ شدن شاه دخت فرا رسید، نگهبانان بر کاخ حاضر شده و به محض زایش نوزاد را از آغوش مادر ربوده و به نزد آستیاک بردند. پادشاه نوزاد را به یکی از خویشاوندان وفادار خود با نام هارپاک سپرد و بدو گفت نوزاد را سربنیست کن. هارپاک به نشانه فرمان برداری زمین را بوسیده و به همراه نوزاد به خانه خود رفت. او نالان و مویه کنان بر سر خود میکوفت و چنین با خود سخن میراند: اگر جان کودک را بستانم دشمنی ماندانا را به جان باید بخرم و اگر سرپیچی کنم باید با خشم پادشاه روبرو شوم. هارپاک برای نجات یافتن از خشم شاه و شاه دخت کودک را به چوپانی به نام مهرداد سپرد تا او جان کودک را بگیرد.
چون مهرداد با کودکی نژاده و خوشچهره به خانه آمد و داستان را بازگو کرد، همسر وی که در همان روز نوزادی مرده زاییده بود از شوهرش خواست تا نوزاد مرده را به جای پسر ماندانا به چنگال درندگان رها کند و شاهزاده را در خانه خود بپروراند. چوپان پذیرفت و کودک خود را به درندگان داد و پس از 3 روز یکی را نزد هارپاک فرستاد و پیام داد کسی را بفرست تا استخوان‌های کودک را ببیند و خیالت راحت شود. هارپاک چنین کرد و دستور داد آنچه از کودک مانده بود را به خاک بسپارند. بدین گونه بود که کوروش از مرگ رهایی یافت و در خانه چوپان بزرگ شد. زمانی که کوروش به 10 سالگی رسید، مشغول بازی با همسالان خود بود که از سوی دیگر کودکان به شاهی برگزیده شد. وی با شایستگی و برازندگی فراوان به انجام وظایف پادشاهی پرداخت و به هر یک از کودکان مقامی داد و کاری به آنها سپرد. یکی از کودکان پسر بزرگزاده‌ای مادی به نام آرتمریس بود. هنگامی که او از پذیرش دستور کوروش سرپیچی کرد، شاهزاده فرمان داد تا کودک یاغی را گرفتند و تازیانه زدند. کودک پژمرده و گریان نزد پدر رفت و ماجرا را بازگو کرد. آرتمریس خشمگین به بارگاه آستیاک شتافت تا شکایت کند. شهریار ماد با شنیدن سخنان آرتمریس سگرمه‌هایش در هم رفت و فرمان داد تا کودک بزهکار را نزد او آورند. کوروش به بارگاه شهریار رفت و آستیاک از او بازخواست نمود. کوروش که دل شیر داشت بدون آنکه لرزشی بر اندامش بیفتد چنین پاسخ داد: کودکان همگی مرا در بازی به شاهی برگزیدند و همه فرمانهایم را انجام دادند جز او که خیره سری و نافرمانی کرد. این بود که او را به سزایش رساندم. اگر آنچه کردم اشتباه بوده برای دیدن سزای خود آماده‌ام. آستیاک خیره به کوروش نگریست و از پاسخ خردمندانه وی انگشت به دهان ماند. او هر آنچه بیشتر در سیمای کوروش مینگریست، نشانه‌های آزادگی و مهتری وی بیشتر برایش آشکار میشد. پادشاه شباهت‌های زیادی میان خود و کودک یافت و این سبب شد که در اصالت او تردید کند. به فرمان شهریار ماد مهرداد را دستگیر کرده و به بارگاه آوردند. چون شهریار چشمش به چوپان افتاد، بر وی بانگ زد که حقیقت را بازگو. چوپان که از غرش شاه نزدیک بود جان از تنش به در شود، هر آنچه که میدانست را گفت و از راز کهنه پرده برداشت. آستیاک که مهر کوروش در دلش افتاده بود از زنده ماندن نوه‌اش خوشنود شد، اما نافرمانی هارپاگ را نمیتوانست تحمل کند. پادشاه کینه‌جوی ماد کودک خردسال هارپاگ را کشته و به آشپزان دستور داد تا خورشتی از گوشت وی آماده سازند. سپس هارپاگ را به ضیافت خوانده و از خوراکی که از گوشت تن فرزندش آماده شده بود به وی خوراند. چو هارپاگ سیر گشت، پادشاه آنچه را که کرده بود باز گفت. هارپاگ با آنکه از خشم و درد به خود میپیچید تندی ننمود و خشم خود را فرو خورد و چنین پاسخ شاه را داد: هر آنچه پادشاه را دلپذیر آید نیک است. به فرمان آستیاگ انجمنی از مغان گرد هم آمدند تا درباره آینده شاهزاده تصمیم گیری کنند. مغان به شاه آرامش دادند و گفتند چون نوه‌اش در بازی به شاهی برگزیده شده است، خواب شاه تحقق یافته و دیگر از سوی وی بیمی نباید داشت، چرا که دوباره به فرمان روایی نمی رسد. اما بهتر است که او را از پیش خود دور کند و به پارس نزد پدر و مادرش بفرستد. آستیاک که به کوروش علاقه‌مند شده بود از پاسخ مغان شاد شد و همان گونه که ایشان توصیه کرده بودند کوروش را نزد پدر و مادرش به پارس فرستاد. کوروش در پارس به مانند دیگر بزرگزادگان آموزش دید.
پارسیان مکانی به نام الواترا ساخته بودند که در آنجا قصر پادشاه و بناهای دولتی را برپا می ساختند. کاسبان و دستفروشانی که داد و فریاد می کردند از فروش کالایشان در این میدان منع شده بودند تا آنها آرامش بنایی که کودکان نژادگان در آن آموزش می دیدند را برهم نزنند. این میدان 4 بخش داشت. یکی ویژه کودکان بود، محل دیگر برای جوانان که به سن بلوغ رسیده بودند، بخش دیگر ویژه مردان و بالاخره 4مین بخش به پیرمردانی اختصاص داشت که سنشان از حدودی که مجبور به حمل اسلحه باشند گذشته بود. کودکان پارسی به دبستان می رفتند تا ادب، دادگری و راستگویی بیاموزند، چرا که پارسیان راستی و راستگویی را نیکوترین اخلاق می دانستند. آنها به کودکان خیش شکیبایی و خویشتن‌داری می‌آموختند که در پی آن کودک فرمانبری از فرماندهان را آموزش می‌دید. میانه روی در خوردن و نوشیدن شاخه دیگری است که کودکان آموزش می‌دیدند. پس از پروراندن روان، پرورش اندام در دستور کار قرار می‌گرفت. کودکان پارسی تا 16 یا 17 سالگی در هنر ژوبین افکنی و تیراندازی با کمان چیره دست می‌گشتند. کوروش تا نوجوانی همانگونه که دیگر کودکان پارسی بار می‌آمدند پرورش یافت و همیشه در فراگیری و رفتارهای بزرگمنشانه سرآمد همسن و سالان خود بود. آوازه رفتار و کردار بزرگمنشانه کوروش به بارگاه ماد رسید. آستیاگ بیمناک از بالا گرفتن کار کوروش وی را به تختگاه خود فرا خواند تا از نزدیک او را زیر نظر بگیرد. وقتی کوروش به حکمتانه رسید، هارپاک که کینه شاه ماد را در دل داشت خود را به شاهزاده جوان نزدیک کرد و هر آنچه که رخ داده بود باز گفت. تو ای کوروش زندگیت را از من داری. هنگامی که کودکی شیرخوار بودی پادشاه به من دستور داد تا جان تو را بگیرم، اما من سرپیچی کردم و میدانی که پادشاه چه خاکی بر سرم ریخت. هارپاک در ادامه کوروش را از خواب آستیاگ آگاه گرداند و او را تشویق کرد که بر بیدادگری آستیاگ بشورد. کوروش که از خواب پدر بزرگ خود آگاهی یافته بود تعبیر خواب را از یک اخترشناس بابلی جویا شد. کلدانی چنین پاسخ داد: این نشان نیکبختی و بزرگی خواهد بود و تو برترین مرد آسیا خواهی شد. کوروش از وی خواست تا این راز را پیش خود پنهان دارد و کلدانی سوگند خورد که چنین کند. کوروش چنین روزگار نوجوانی خود را در بارگاه پدر بزرگ می‌گذراند. او از فساد و تباهی دربار ماد به ستوه آمده و پی فرصتی می‌گشت تا به پارس نزد پدرش بازگردد. از نیکبختی شاهزاده، مادها و کادوسیان چند سالی بود که با یکدیگر در جنگ بودند. در آن هنگام سردار کادوسیان که آنافرنیس نامیده میشد از ادامه جنگ ناامید شده بود و در پی آشتی با مادها بود. به همین خاطر پیکی نزد آستیاگ فرستاد و درخواست نمود تا مردی استوار پیمان نزد وی بفرستد تا با او پیمان ببندد. آستیاگ کوروش را مناسب این کار دید. او نوه خود را فرا خواند و دستورات لازم را بدو گوشزد کرد. سپس به او فرمان داد که پس از انجام مأموریت خود 40 روزه به حکمتانه بازگردد. کوروش که مردد و دودل شده بود به نزد کلدانی خوابگزار رفت تا راهنماییش کند. کلدانی کوروش را برای رفتن به این سفر تشویق کرد و خود نیز با کوروش همراه شد. هنگامی که کوروش به مرز کادوسیان رسید، کودکشی که بر تن نشانی تازیانه داشت را دید.
کلدانی از کوروش خواست تا از آن مرد بپرسد کیست و از کدام سرزمین است. کودکش پاسخ داد پارسی است و هیبریست نام دارد. کوروش خوشحال شد و آن را به فال نیک گرفت، زیرا هیبریست در پارسی به معنی آورنده خوبی می باشد. پس از آن کوروش به نزد آنافرسیس کادوسی رفت و با وی پیمان بسته به ماد بازگشت. در ماد هارپاگ کوروش را به نافرمانی از آستیاگ تشویق می کرد. او موفق شده بود تا گروهی از مخالفین آستیاگ را به دور خود گرد آورد و به کوروش نوید داد که در صورت نافرمانی او و متحدانش از وی پشتیبانی خواهند کرد. کوروش که از بیدادگری، فساد و ستمگری آستیاگ به تنگ آمده بود، به خواهش‌های هارپاگ پاسخ مثبت داد. او به یاری هارپاگ توانست پیکی را مخفیانه به نزد پدرش در پارس بفرستد. کوروش از کمبوجیه می‌خواست به بهانه کمک به آستیاگ در جنگ با کادوسیان سپاهی آماده کرده و به سوی ماد بیاید. در این میان او توانست به کمک هارپاگ و متحدانش از هگمتانه بگریزد. چون خبر فرار کوروش به شاه ماد رسید، خشمگین شد و فریاد زد بیدرنگ در پی کوروش تاخته، او را به نزد ما آورید و چنانچه در اجرای فرمان ما سستی کرد، سر از تنش جدا کنید. 300 چابک سوار مادی از هگمتانه شتابان در پی کوروش تاختند. چیزی نگذشت که سواران به کوروش رسیده و فرمان آستیاگ را برای وی گفتند. کوروش به ظاهر اطاعت کرد، اما تاریکی هوا را بهانه کرد که بیاسایند و استراحت کنند و سپید دم به سوی آستیاگ بازگردند. او گوسپندان را به شیوه پارسی قربانی کرده و بریان ساخت و شامی مفصل برای ایشان درست کرد و باده فراوان به آنها داد تا همه مست و از خود بی خود شدند. سپس پنهانی به سوی پارس راهی شد. در نزدیکی شهر هیربا 1000 سوار و 5000 تن نیروی پیاده که کمبوجیه برای یاری پسرش فرستاده بود به وی رسیدند. کوروش بیدرنگ به سربازانش دستور داد که آرایش جنگی بگیرند. او خود در بال راست مستقر شد و بال چپش را به اوباراس سپرد. سپید دم سواران مادی متوجه شدند که چه رخ داده است. آنها به تعقیب کوروش پرداختند و هنگامی که به شهر هیربا رسیدند، نیروهای پارسی را آماده به رزم دیدند. کوروش که در جناح راست با سوارانش مستقر شده بود، فرمان حمله را صادر کرد. او چنان شیر ژیان به قلب سواران مادی زد و توانست شمار بسیاری از ایشان را از پای درآورد. پارسیان که برای نخستین بار کوروش را در میدان نبرد می‌دیدند، از دلاوری و زور بازوی او خیره ماندند. حدود 250 تن از سواران مادی به دست پارسیان نابود شدند و باقی مانده ایشان برای نجات خود پا به فرار گذاشتند. سوارانی که توانسته بودند از نبرد رویداد جان سالم به در ببرند، ماجرا را برای آستیاگ بازگو کردند. کوروش نیز با سپاهیانش به پارس بازگشت. با این رویداد جنگ میان مادها و پارسیان آغاز شد.